پری حکمت هستم، نویسنده 7 جلد کتاب و شاعر معاصر. از شما دعوت میکنم هر هفته ساعت 7 شب دوشنبه به برنامه‌های من توجه بفرمایید و ساعت 7:30 صبح روز بعد برنامه‌های بازپخش اجرا میشه و در ایران هم 3 شنبه ساعت 7 شب این برنامه پخش میشه. خیلی متشکرم. با سلام خدمت بینندگان بسیار محترم و عزیز. به نام نامی خداوند یکتا، پری حکمت هستم، شاعر و نویسنده همزمان شما معاصر. از سال 2019 دوم می 2019، همین ماه می که در توش هستیم، در این تلویزیون افتخار حضور دارم و برنامه هم در اینجا اجرا شده. 286 یوتیوب داریم تا امروز، خدا رو شکر، و برنامه ها همیشه مورد توجه بوده. حالا امروز میخواستم برای شما مطالبی رو، کلن برنامه های من راجع به شناخت عظمت خداست، راجع به یونیورس و راجع به سیارات و عرفان، خداشناسی، و امروز میخواستم راجع به مسائل بسیار مهمی تهیه کرده بودم براتون که صحبت بکنم. ببینید، از اینجا شروع میکنیم که همونطوری که نور از خورشید جدا نیست و موجها از دریا جدا نیستن، قلب‌های مؤمنین هم همیشه با هم میتپن، یعنی همیشه یک صدا خداوند یکتا رو صدا میکنن و ما یک راه بیشتر نداریم در زندگی و اونم راه راست و حقیقت. و اگر میخوایم همیشه خوشبخت باشیم و گلهای اطرافمون خوشبو و خوشرنگ باشن، ما باید تسلیم باشیم، تسلیم یک ذات و انرژی از یک جا بگیریم. اگر هر روز دنبال تنوع طلبی و شرارت و وسوسه و نیروهای عجیبی که در درون ما هستن، اینها ما رو از خداوند دور میکنن. و ما اگر مسئله بسیار مهمی که امروز روش خیلی میخوام توجه شما رو جلب کنم، اینه که ما باید ببینیم چقدر نور در سیستم داریم و این چاکراهای ما که 13 چاکرا که حضرت شاه مقصود فرمودن این 13 تا رو مرتب مراقب باشید که اینا بتونن اخبار روحانی رو بگیرن از آسمان و در تماس باشید از طریق این چاکراها که بهتون میگم این 13 تا کجای ما هستن. ما باید محاسبه کنیم چقدر نور، سرمایه نور در درون داریم و چقدر تاریکی، و سعی کنیم این تاریکی ها رو از بین ببریم. هر گناهی ایجاد تاریکی میکنه، پس از گناه دور بشید و سعی کنید خودتون رو به ذات حق نزدیک بکنید. نیروهایی که ما رو رشد میده، به سلامتیمون، به زیباییمون، به همه چیزمون ما رو به جلو میبره، نیروهای معنوی و حس ارتباطی ماست. ببینید، دشمن ما خود ما هستیم. ما این که در سیستممون گناه رو راه میدیم، وسوسه رو راه میدیم و هزار مشکل رو برای سلولای درونیمون به وجود میاریم.
که اینا فکر میکنن اگر بیرون ما داریم نافرمانی میکنیم، در تو هم این سلول ها نافرمانی کنن. مثلا یکیشون بره سراغ حرف گوش نده، بره به سیم آخر بزنه و به فرض سلول سرطانی بشه، ما نمیتونیم اینا رو دیگه کنترل کنیم. ما باید استپ بای استپ جلو بریم و مرتب خودمون رو خودشناسی کنیم، ببینیم چقدر ما باید ذات سالم و ذات ما در بدو تولد خیلی سالم بودیم و همه چیز ما، خلقت ما درست بوده. این کسی که میاد همه چیز رو خراب میکنه خود ما هستیم، همسایه های ما نیستن، ما خودمون. اگر به طرف هر آلودگی کشیده میشیم مسئول خودمونیم، نمیتونیم بگیم تقصیر یکی دیگه بود. ببینید کلن میخوام به شما بگم که وصل شدن به نور و انرژی یکی از پیشنهادهای منه که حتما باید هر روز این سیستم رو نگاه کنید، چه وضعی دارید، چه کار کردید، چه کار میخواید بکنید، چقدر انفاق کردید، چقدر خدمت کردید و میدونید خودتون به خودتون نمره بدید و حداقل بتونیم ما نمره قبولی بیاریم. خیلیه. در امتحانا میدونید مثلا کسی زیاد درس نمیخوند ولی انقدر میخوند که نمره قبولی بگیره. من به شما امروز میخوام بگم که ما تحت دو نیرو هستیم که این دو نیرو رو امروز من براتون باز میکنم. در ابتدا با 2 خط شعر من برنامه رو شروع میکنم، بعد میریم سر اصل موضوع. من نوشتم نور عشق از درون ما پیداست، یا نور عشق تا در دلم تابیده است، از کلامم 100 گوهر باریده است. عشق در جانم چو آتش برفروخت، شعله هایش عاقبت جانم بسوخت. یا شعر دیگری داریم: نور عشق از درون ما پیداست، خالق ما خدای بی همتاست. اشک‌ها می چکد ز هر دفتر، شاهد ما خدای بی همتاست. ببینید عزیزای من، ما میخوایم ببینیم که چی کار کنیم که در سیستم ما ناهماهنگی نره، مشکل نره و که ما مجبور نشیم هی این مشکلات رو بیرون بیاریم. ما الان براتون باز میکنم که ما چجوری میتونیم یه وجود کامل و یک وجود تمیز داشته باشیم. باید نیروهایی که در وجودمونه کنترل کنیم. حضرت مولانا برای هر حرفی که زدن یک مثال آوردن. مثلا مثنوی شماره 5 رو میخوندم، چقدر جالب، صفحه 146 باز راجب نسو خیلی جالب بود، واقعا خیلی فرمایشات جالبی فرموده بودن در مورد نسوح و دختر پادشاه. حالا دیگه نسوح نمیخواست الله که خانوما بشه دختر پادشاه، اینو ول نمیکرد. و با هر مطلبی یک مثالی آوردن که من براتون بعداً باز میکنم دلیل این مثال ها چی بوده. حالا ما میریم سر فرمایشات حضرت محمد که حضرت محمد میفرمایند که اولا در دستور اکید میفرمایند که در هیچ خانقاه و مسجد و منبر و هیچ کجایی عکس نذارید، عکس پرست نشید، بت پرست نشید، عکس منو نذارید، عکس هیچ کس نذارید. مردم حواسشون پرت میشه و از خدا پرستی دور میشن و این یه شرکه. مجددا حضرت محمد فرمودن که از شرک دوری کنید که شرک بزرگترین گناه در سیستم شما میاره. همینقدر که یک بار، فقط یک بار بگید که خدا نیست، فلان کس هم خدا شده و نمیدونم اونم اینو گفته و راجع به خانوما اینو گفتن. و اصلا صحبت سر خانوما و آقاها نیست، صحبت سر دستورات الهیه که
خداوند فرمودن چه کارهایی انجام بدید. خدمت شما عرض کنم و بعد حضرت محمد فرمودن که اگر میخواید انسان کاملی بشید و واقعا نور در سیستمتون بیاد، سعی کنید نور هدایتی رو از خداوند هر روز بگیرید و هر روز هدایت بشید و خداوند شما رو هدایت بکنه. ببینید موضوع اینه که و مهمترین دستوری که فرمودن حضرت محمد این که فرمودن که هیچ وقت در هیچ شرایطی دروغ نگید، چون دروغ گفتن رو نمیشه هیچ جوری. یه وقت قابل بخشش هستید و بعضی وقتا نمیبخشنتون، بعد توی دردسر و چاله چوله میفتید تا در بیاید چندین سال طول میکشه. چون ما فکر میکنیم هر کاری بکنیم خب خداوند بخشنده است میبخشه. نه، اینجوری نیست. دستورات رو دادن ما نباید اشتباه کنیم. اگه اشتباه کنیم ما رو نمیبخشن. پاشیم با این وکیشن بریم و با اون گردش بریم و با این بخوابیم و با اونم بلند شیم و بعدم بگیم خب خدا که بابا این میبخشه. نه، اینجوری نیست، نمیبخشه. مجازات شدیدترین مجازات هم ما رو میکنن و بعد از مرگ تا روز رزرکشن دی افراد که خلاف کردن و نافرمانی کردن طبق دستور قرآن به بدترین نوع حیوانات تبدیل میشن. آقا تا دیروز مدیر کل بوده، حالا رفته مثلا شامپانزه شده. حالا اصلا نه زبون داره، نه چیزی داره، نه میتونه به مردم بگه، نه تماس داره، نه کسی زبون اونو میفهمه. الان ما میخوایم یک مسئله رو براتون بگیم از قرآن خواجه عبدالله انصاری که خیلی عارف بزرگی بوده. ببینید خواجه عبدالله انصاری میگن که از مردی از کنار گله گوسفندی رد میشد، چوپونی رو دید که داره آواز میکنه و با سگش را میره. رفتن جلو، اون شخص میره جلو و به این چوپون میگه آقا میشه یکی از این برهاتو بیاری و بفروشی به من و پولم میدم به تو، من گوسفند رو بردارم و برم، گوسفند احتیاج دارم. چوپون میگه که خیر، من این کار نمی کنم، چون اصلا گوسفند مال من نیست که بفروشم، این صاحب داره و صاحبش کس دیگه است. این شخص میگه که خب بابا صاحب داره که بهت پول میدیم، پولو میدیم بهت، بذار جیبت، بگو گرگ خورده یکی از اینا رو، دروغ بگو، مسئله نیست که. این با واسه که آدم بی سواد عامی بوده خیلی ناراحت میشه. این چوپون میگه که قربان اگه من دروغ بگم خب به صاحب این گوسفندا اشکال نداره، خب میگم که نمیگم، ولی با اونی که اون بالاست، اون خدای یکتا، با اون چی جوری دروغو بگم؟ اگه منو مجازات کرد و گفته دروغ نگید و من مسلمانم نمیخوام دروغ بگم، اگر دروغ بگم به بدترین وضع منو مجازات میکنن، در حالی که من میدونم نباید دروغ بگم، پول شما رو بگیرم تو جیبم بذارم، به اونم دروغ بگم، ولی به خدا نمیتونم، من این کار نمیکنم. خلاصه مرد خیلی در ضمن این که ناراحت میشه خوشحال میشه، میگه چه مرد با ایمان خوبی هستی. میره صاحب این گله رو پیدا میکنه و تمام گله رو میخره و تمام این وضع در دست میگیره و همین آدم رو 2 مرتبه چوپون میکنه و میگه که تویی که اینقدر مراقبی که دروغ نگی و از پولت میگذری به خاطر اینکه با خدا درگیر نشی، من تو رو همیشه احترام میذارم و چوپونی میکنم. میدونید به سواد ربطی نداره راستگویی و دروغگویی، به معلومات کی رئیسه کی معاونه کی چیزه. بعضی اصلا دوست ندارن دروغ بگن چون میدونن که این سیستم به هم میخوره و ناجور میشه. بعضی ها اصلا کارشونه دروغ گفتن، اصلا غیر از دروغ راست بلد نیستن. هر روز یه رنگی مثل خودشون رنگ کنن، انواع اقسام رنگا رو و چیز باشن و به این صورت خودشون رو راضی میکنن که بدترین نوع کاره.
سیستم آلوده بشه شما نمیتونید دیگه درست کنید وضع و مرتب باید به این فکر باشید که چجوری تاریکی ها رو ببرید. یعنی مثل خونه که باید تعمیر کنید. بهترین خونه رو دادن به شما، توش همه جاشو خراب کردید، حالا میخواید تعمیر کنید، هی باید تیکه های سیاه رو بکنید و ببرید. ببینید امروز میریم سر اصل موضوع و برای شما میخوام یه مسئله خیلی مهمی رو بگم. چیزایی که من رنج میده اینه که وقتی ما حرف میزنیم یه عده فکر میکنن داریم تفریح میکنیم، نمیدونن که چقدر انرژی میذاریم، چقدر وقت میذاریم، چقدر نوشتن این مقالات مشکله و چقدر بیدار میمونیم تا بتونیم به شما بگیم که آقا درست چیه غلط چیه. این زمان زندگی بسیار کوتاهه. سوره قاف آیه 16 به ما میگه که 2 ملک به نام عتید و رقیب مرتب کارهای شما رو مینویسن، شما نمیفهمید، اصلا یادتون میره که این دوتا با شما هستن. سوره قرآن میگه، سوره قاف آیه 16. تمام اعمالتون رو مینویسند، شب و روزتون در حال کنترلید. شما به کی میخواید دروغ بگید؟ چرا میخواید دروغ بگید؟ آخه این چه استفاده‌ای برای شما داره که دروغ بگید؟ از دروغ گفتن دوری کنید. و ما میایم اینجا وقت میذاریم، خدا رو خوشش نمیاد شما چیزی که به ما نمیدید، مثل اونای دیگه که از کسای دیگه حرف میزنن میلیونر شدن، ما نخواستیم، ولی شما اقلن حرفای ما رو گوش بدید. شما وقتی رفتید اون طرف دوباره اجازه نمیدن برگردید بیاید کار درست انجام بدید، تا هستید کار درست انجام بدید. به هر حال برای شما باز میکنم این مسئله رو. ما تحت 2 نیرو هستیم، تحت 2 نیرو، نیروی رحمانی یا نفس رحمانی و نفس شیطانی. انسان تحت فشار یا تحت هدایت 2 نیروه در درون، یک نیرو نیست. اگر فقط یک نیروی رحمانی بود همه میرفتن اون طرف، ولی الان یک نیرو ما نداریم به علت اشتباهی که پیامبری که تازه خلق کرده بودن به نام حضرت آدم از طریق زنش فریب خورد و الان وضع ما خیلی خرابه. یعنی ما این 2 قوه شیطانی و رحمانی در وجود ما رفته، در نسل اوریجینال بشر گمراهی رفته، دروغ رفته، خیانت رفته، نافرمانی رفته. چرا یکی از حضرت علی پرسید چرا رزرکشن دی میکنن و همه رو 2 مرتبه بیدار میکنن، مرده ها رو، و 2 مرتبه اینا رو از اول بد و خوب میکنن؟ گفت برای اینکه در نسل بشر حضرت علی فرمودن که دوگانگی و دروغ و خیانت و نافرمانی رفته. حضرت حق امر میکنن، ببینید آزادی میدن به پیغمبرشون، آزادی میدن، میگن تو اولین پیغمبر روی زمینی از خاک درست شدی و ما درست کردیم، روح خودمون رو دمیدیم تو آدم شدی. خب این به این درخت دست نزن، ولی هر کاری میخوای بکن، هر چی میخوای بخور، تو بهشتی، در بهشت عدن. میگه چشم. شیطون در رگ و پوست خانومش میره، میدونه که با آدم بگه گوش نمیده، میره پیش زن آدم حوا، میگه که حوا به این دلیل گفتن تو به این درخت دست نزن که تو قرار پادشاه بشی. دروغ از دروغ اینا رو میبافه و تو برو دست بزن که همین الان یه دفعه میذارن رو تخت سلطنت پادشاه میشی. آقا این به محضی که میره به شوهرش میگه ما قرار پادشاه بشیم و به ما گفتن دست نزن ولی گوش نده، بیا دست بزنیم اینا، و خداوند آنن جبرئیل امین رو میفرستن و به آدم میگن که فوراً میندازنش بیرون از محبته بهشت
و میگن خالی کن اینجا رو، دیگه جای تو اینجا نیست، تو نافرمانی که یک نافرمانی کردی. به هر حال اینا رو بیرون میکنن و چقدر میفهمه که اشتباه کرده و چقدر گریه میکنه و خداوند بهش میگن در آخر زمان پیامبری میاد به نام محمد، پیامبر آخر زمان، پیش اون تا اون موقع باید گریه کنی، بعد اون میاد ممکنه ببخشتت. یعنی تا این حد. ببینید ما اگر حالا یک نافرمانی، دو نافرمانی، 10 تا نافرمانی میکنیم، بازم همینجور راست راه میریم و عین خیالمون نیست و چی حلاله چی حرومه، کی راست میگه، کی رقاصخونه وا کرده به اسم نمیدونم حلوا اقسام روزای مخصوص، کی داره چی کار میکنه. تمام اینا لهو و لعب و متاسفانه اینقدر مردم گمراه شدن که دیگه نمیفهمن راه راست کدومه. ولی متاسفانه همه اینا تا دم مرگشونه. وقتی که دیگه مردن میفهمن اون موقع دیگه فایده نداره، کسی نمیذاره اینا برگردن و به بدترین وضع مجازات میشن. ما برای شما باز میکنیم قوه رحمانی چیه، قوه شیطانی چیه. ببینید قوه شیطانی شما رو مرتب به طرف وسوسه، گناه، بی‌عدالتی، بی‌تفاوتی، آدم کشی، همین مجازات هایی که میکنن، اعدام های بی خود، تمام کارهای خلاف که بخششی توش نیست و مردم رو نمی بخشن، که اینجا طبق دستور قرآن امروز خوندم که میگه هر کسی، هر بشری اگر قرآن رو برداشت بوسید طبق قانون اسلام و گفت من توبه کردم، میگید بد بودم، بله بد بودم، ولی الان توبه کردم، خوب شدم، باید ببخشن اینو. وقتی در مملکتی بخشش نیست، همش اعدام و همش آزار و اذیت و همش اونجا که سهم خودشونه باید درست را برن نمیرن، اونجا که سهم مردم مو از ماست بیرون میکشن. خب وقتی یه همچین حکومتی یا یه همچین وضعی که شیطان دستور میده نبخشید، این کار نکنید، اون کار اعدام کنید، هر دستوری که از طریق شیطان میرسه اون از طریق قوه شیطانیه و اون قابل قبول نیست. ببخشید، یه ذره آرامش بدید به مردم. آخه چند سال میخواید آدم بکشید؟ چقدر میخواید فساد کنید؟ چقدر میخواید دروغ بگید؟ اصلا من یه شعری گفتم راجع به وطن، واقعا متاسفم اصلا نمیخونمش اونو، برای که میدونم که چقدر در این شعر من ناراحتی های خودم و از طرف شعرا و نویسنده ها نوشتم. ببینید قوه رحمانی چیه؟ قوه رحمانی مرتب شما رو به طرف محبت، خدمت و بخشش، به طرف آرامش دعوت میکنه. این دو نیرو داریم ما در هستی، در طبیعت. و حالا ما میخوایم ببینیم چطور با شیطان مبارزه کنیم، چی جوری بکنیم، چی کار کنیم که ما در اون پوزیشن قرار بگیریم، در پوزیشن نیروی رحمانی. کسانی که از خدا حرفشنوی ندارن و کسانی که هر کاری میخوان میکنن به خاطری که قدرت دارن، پول دارن، همه کاری میکنن، یواشکی زور میگن، یواشکی خیانت میکنن، همینطور مملکت هم بلد نیستن اداره کنن، همینجور هم سفت و سخت وایسادن. در چه صورتی قلب ما دچار بی‌تفاوتی و زنگ زدگی و ناراحتی میشه؟ در صورتی که از گفته های شیطان ما پیروی کنیم و طرفداری کنیم، بخشش تو کارمون نباشه، محبت نباشه و فقط ظلم و فساد و زورگویی باشه. اینو به شما گفتم. سوره سبا آیه 20 حضرت محمد سوال می‌فرمان از خداوند که خدایا علت خلقت شیطان چه بود؟
اصلا چرا این خلق کردید که همش دستورات اینجوری بده و مردم رو وسوسه کنه و فرق نمیکنه شما وزیری یا وکیلی یا رئیس نمیدونم همه کاره، ولی این میاد شما رو فریب میده، میگه بخشش نباشه، اصلا فقط بکش چیز کن. ببینید همینطور که قرآن دستوراتی داده برای رفاه مردم، برای بخشش و توبم داده، ولی اون قسمتش متاسفانه عمل نمی کنن. سوره توبه است مثل که آیه 15 یا سوره نسا همینطور که مرتب میگه ببخشید و کسانی رو ناراحت نکنید، ببخشید مردم رو آزار ندید، اجازه توبه به اینا بدید، سعی کنید که اینا توبهشون با قرآن رو قبول بکنید. تمام زندانی ها این قانون شامل حالشونه و میتونن از طریق قرآن رو ببوسن، یا هر دینی دارن کتاب آسمانیشونو ببوسن و بگن ما توبه کردیم و دیگه نمی کنیم و بیان بیرون. به همین سادگی، نه این که توبه کنن بازم کتکشون بزنن، بازم شلاق بزنن، بازم قبول نکنن. این دین اسلام نیست. پیر طریقت من جناب سفری فرمودن که اسلام دین خوبیه ولی خیلی بد پیاده شده چی؟ اون جایی که به نفع خودشونه قبول نمی کنن، اون جایی که به ضرر مردم قبول میکنن. پس بابا جون بیاید اگر میگید قرآن دستورات همه جاشو قبول کنید، نه تنها اونی که خودتون علاقه‌مندید و دوست دارید. ببینید ما گفتیم کدام گروه از گروه شیطانان براتون گفتیم. حالا سوره سبا رو براتون میگیم که اصلا خداوند چرا شیطان رو درست کرد که این همه ناهماهنگی، این همه فساد و این همه دروغ در مابین مردم و این همه دورنگی به وجود بیاد. ببینید در ابتدا که خب گفتم که در نسل بشر چیز شد، دروغ و ناهماهنگی به وجود اومد و مجبور شدن که کار رو انجام بدن. این مسئله حضرت محمد سوال میفرمایند از خداوند که قربان به من بگید اصلا چرا به این شیطان 600 سال که این ملائکه بود، رئیس همه ملائکه ها بود، چرا اومد پایین و این همه فساد و دروغ و اینا رو درست کرد؟ خداوند میفرمان وقتی بهش گفتم که بیا به آدم سجده کن نکرد و گفت من از اون بهترم، این نافرمانی بود از من کرد و من بهش گفتم که اینو بندازید روی کره زمین و جایی که انسان ها هستن. اگر انسانی میاد همین کار رو میکنه با من 2 مرتبه، من آن را قرین شیطان قرار میدهم تا زندگی این رو، خود شخص زندگی خودش رو تحت تعلیمات شیطان دگرگون و خراب میکنه. ببینید ما گفتیم اگر ما تحت نیروی رحمانی هستیم که خداونده، پس ما هدایت میشیم مرتب. اگر ما تحت هدایت خداوند نیستیم و در اونجا رامون نمیدن، خود به خود اتوماتیکوار ما در این گروهیم. در چه گروهی؟ در گروه شیطان که این میتونه هر جوری ما رو برقصونه، به وسیله وسوسه، به وسیله که یکی مثلا 20 سال پیش ما رو دیده اون وقت که مغازه داریم، حالا یادش افتاده تلفن میکنه که من اینقدر به شما ارادت دارم، علاقه دارم فلان. بابا جون مسئله مال چند سال پیش بود دیگه، فراموش کنید. خدمت شما عرض کنم در سوره اعراف آیه 25 مجددا سوال میفرمان حضرت محمد که علت این که به شیطان وقت میخواد از خداوند، میگه اجازه بدید تا روز رزرکشن دی من مردم رو هی گمراه کنم و به چاهای عمیق بندازم تا همینطوری که خودم تحت مؤاخذه و مجازات و این مشکل قرار گرفتم، مردم رو هم به همین وضع دچار کنم از طریق وسوسه و
آدم های ناجوری که در اطراف. خدمت شما عرض کنم حالا ما به این ترتیب از اتاق فرمان به ما الان اطلاع دادن که میخوان برای ما از تصاویری از همین قسمتی که من صحبت کردم راجبش، گوسفندای خیلی قشنگی که چوپانی داشت و اینا، اگر بتونن تصویری از گوسفندها و از حیواناتی که رو زمین، حالا شترها، گوسفندها، اینایی که ساربان و محافظ دارن برای ما بذارن، خیلی خوشحال میشیم. ما میریم و برمیگردیم. بزرگی باید روزانه تا 30 کیلوگرم علف، برگ، شاخه و پوست درختها رو بخورن. پاهای بلند و سمهای دو بخشیشون به اونها اجازه میده که تو سخت‌ترین مناطق بتونن حرکت کنن. همینطور گردن کشیده اونها دسترسی به شاخه‌های بلند رو براشون فراهم میکنه. این حیوان یه موجود خیلی هوشیاره که به شنوایی عالی و بویای قوی خودش تکیه میکنه تا با کوچکترین حس خطر به سرعت فرار کنه. با توجه به هیکل بزرگش اونها دشمنهای طبیعی زیادی ندارن، اما اصلی ترین دشمن اون گرگه. اصلاح میکنم، گله گرگه. هرچند برای یک گله گرگ موزهای بالغ و نیرومند چندان مورد توجه نیستن و تمرکز گرگها به سمت مسنها یا بیمارهای این گونه است. حتی ماده های اونها هم که شاخ ندارن خیلی خوب روی سمهای سنگینشون مسلطن. تو شرایط اضطراری این گوزن‌ها میتونن با سرعت بیش از 50 کیلومتر در ساعت برای مدت طولانی بدون. اما این وسط بچه گوزن‌ها هدف جذابتری برای شکارچی‌ها هستن. ولی مادر فداکارانه برای دفاع از اونها جلو میره، حتی اگر یک گروه بزرگ گرگ در برابرش باشه. تو این شرایط گرگ‌ها سعی میکنن حواس مادر رو پرت کنن. مادری که نه تنها باید حمله رو دفع کنه بلکه از گوساله ها هم مراقبت کنه. نزدیک بودن به آب میتونه دفاع رو برای این مادر آسون تر کنه، چون که پاهای گرگ کوتاه‌تره و تو همچین جایی گرگ‌ها برتری خودشون رو از نظر سرعت و چابکی از دست میدن. بنابراین ضربه های سنگین سمها میتونن به هدف برخورد کنن. البته گرگ‌ها به شرایط سخت عادت دارن و بعیده به این سادگی دست بکشن. به هر حال این مادر بلندپا با موفقیت حملات از جهات مختلف رو دفع میکنه. حمله ها ادامه پیدا میکنه، اما گرگ ها با وجود همه تلاش هاشون نمیتونن که آرواره های خودشون رو کاملا قفل کنن. به همین خاطره که بچه گوزن هنوز روی پاهای خودش ایستاده. اما هر لحظه ممکنه زیر ضربات سمهای مادرش بره. حالا تو این وضعیت خطرناک گوساله تلاش میکنه تا از ضربات فرار کنه و بین خشم مادر خودش و دندونهای تیز گرگ‌ها قرار نگیره، شرایط آزاردهنده خلاص بشه. طبق من صدای غرش این گوزن‌ها از صدها متر دورتر به گوش میرسه، صدا یا پیامی برای ماده ها. اما این صدا میتونه رقبا رو هم جذب کنه که به زودی تبدیل به یک رویارویی جدی میشه. اونا همدیگر رو ارزیابی میکنن و تلاش میکنن با شاخهای بزرگشون همدیگر رو بترسونن. اما اگر هیچ کدوم تحت تأثیر قرار نگیرن، فقط یک راه برای تعیین برتری باقی میمونه. حالا ما رفتیم و برگشتیم. خیلی خیلی تشکر میکنیم از این تصاویر بسیار زیبایی که برای ما گذاشتن که واقعا اینا همه خلقت خداونده. ما بیشتر توجهمون رو خلقته که در آسمان و در زمین این همه موجوداتی که خداوند خلق کردن
ما تنها کاری که میتونیم بکنیم در مقابل خداوند تسلیم باشیم که حضرت ابراهیم بودن و درس تسلیم رو دادن به همه، و از طرفی شکرگزار باشیم از این همه نعمت، این همه گلای زیبا، این همه چیزهایی که در زندگی داریم و به ما میدن. و ما با تشکر فراوان از مدیریت این تصویر ایران، جناب مهندس میرچی، واقعا تشکر میکنیم از داشتن چنین تیوی که ما میتونیم حرفمون رو در این تیوی بزنیم. حالا ما میریم سر اصل موضوع و میخوایم ببینیم در سوره اعراف چی خواستن حضرت محمد از خداوند. سوال میکنن که قربان چرا به این مهلت دادید، چرا بهش وقت دادید که تا آخر زمان زندگی، که تا روز رزرکشن این باشه و مردم رو گمراه کنن. حضرت حق میفرمان این آزمایشی است برای مردم که ما بهشون گفتیم پیروی از نفس اماره و پیروی از کارهای زشتتون نکنید و دنبال این نفس نرید و این به جز فریب و شما رو به مشروب خوری، به فساد، به فحشا، به هزار تا چیز آلوده میکنه. ما به شما گفتیم دور باشید. ما به وسیله پیامبرانمون کتاب‌های آسمانی رو فرستادیم براتون، گفتیم تیکه به تیکه. مثلا کتاب حضرت مولانا رو که شما میخونید مثل که قرآن رو خوندید، یعنی 2 سانت به 2 سانت میفرمان که محمد مصطفی بالاترین پیامبر بوده و تمام آخرین خبر رو محمد آورده. و من یک سوالی دارم از آقایونی که مثلا البته تمام ادیانی که خداوند در 7000 سال پیش مثل زردشت یا 4000 سال پیش مثل دین حضرت موسی و 2000 سال پیش همین حضرت عیسی و 1400 سال پیش مربوط به اسلام و قرآن فرستادن، ما نمیتونیم بگیم اینا قدیمی شده. اینا قدیمی نشده، همیشه بوده و همیشه هم همونه. در 10 فرمان نوشته شده به پدر و مادرت احترام بذار، در قرآن هم همونو نوشته شده، در بایبل هم همونو نوشته شده. یعنی اینا 2 مرتبه گویی شده. اخبار بعضی چیزای این کتاب ها امر و دستور جدیده، ولی بیشترش همه هموناییه که بوده. ببینید ما نمیتونیم نافرمانی کنیم، وسوسه های درونی خودمون رو جوابگو باشیم، ظاهرا هم بیایم جلوی مردم مثل مترسک بازی در بیاریم و خودمون رو خوب نشون بدیم و بگیم به به و چه ما چقدر آدم خوبی هستیم. نمیشه. که کسی میشناسم که سالهاست دروغ نگفته، سالهاست خیانت نکرده و سالهاست دنبال وسوسه های شخصی خودش نرفته. درسته تنها مونده، زجر کشیده، ناراحتی کشیده، ولی بهتر از این بوده که پیش خالق خودش رو سیاه باشه. چون خداوند میفرمان اینهایی که با من با دروغگویی و شرارت و اینا رفتار کردن، در روزی که رزرکشن من اینا رو بیدار میکنم، در همون روز اینا با روحای صورتاشون بسیار حالتی داره که اینا در مقابل من رو سیاه هستن. ببینید ما داریم همه چیز جلو میگیم، هوش شنوا باید باشه گوش بدن، اگه نباشه کسی نمیفهمه. ما همه چیزو، یعنی از بعد به تولد انسان خیلی درست تولد میشه ولی بعداً متاسفانه گمراه میشه. چجوری گمراه میشه؟ به وسیله دوستای ناجور، به وسیله محیط ناجور. ببینید محیطتون اگر ناجوره انتظار نداشته باشید که شما خیلی همچین وضع خوب باشه. محیط همش رقاصی و این از اون بهتره و این چند هزار تا ماگم و
خواننده و نوازنده و نمیدونم همه خوبه، موسیقی خوبه، همه چیزم خوبه، اما وقتی با مشروبات الکلی و با هزار تا چیز دیگه قاطیش میکنن، اینو نمیشه دیگه کنترل کرد، قابل کنترل نیست. موزیک سنتی خیلی خوبه، مجالس که آرامش میده، موزیک، من عاشق موزیکم، عاشق شعرم و همه چیزم دوست دارم اینا رو، هر چی در حد خودش، نه در بیبند و باری و در لجن فرو رفتن رو این آزادی نمیگن و متاسفانه هیچ کسی رو خط خودش را نمیره. اگر ما مسلمانیم و پیرو قرآنیم، اگر یک کسی میاد میگه من قرآن رو میبوسم توبه میکنم، حق نداره اون رئیس اون مملکت یا هر مقام دولتی اونو بگه نه نمیبخشیم تو رو، باید ببخشن، چون امر، پس دینشون درست نیست، پس این دین به درد کسی نمیخوره. اگر قسمتیشو انجام میدن و یه قسمت رو انجام نمیدن، این قابل بخشش نیست، قابل بخشش خداوند نیست. خداوند دستور فرمودن در سوره های زیادی، مائده، اعراف، همه جا فرمودن که توبه، سوره توبه، که اگر کسی قرآن رو بوسید و توبه کرد و گفت من دیگه این کار رو نمی کنم، مجبورید ازش اطاعت کنید و اونو ببخشید و از زندان بیرونش بیارید. ما گفتنی ها رو میگیم ولی گوش شنوا نیست. ببینید مثل میمونه که شما باید تمرین کنید تا خداشناسی رو یاد بگیرید. شخصی رفت یه ویالون خرید، ویالون رو آورد گذاشت تو قفسش، هر روز هم اینو پاک میکرد و نگاه میکرد و خیلی هم به این ویالون علاقه داشت. فکر میکرد اگه ویالون بخره بذاره تو قفسه الان ویالون زن میشه. یکی بهش گفت بابا اینجوری که تو چیزی یاد نمیگیری، باید تمرین کنی. و چجوری باید تمرین کنیم؟ گفت چی، تو باید روزا یه چند دقیقه هم ویالون بزنی تا چیز کنی. گفت نه، همین که من ویالون خریدم کافیه. ما نمیتونیم همینقدر که ما مسلمانیم زبانن شفاهن هیچ تمرینی در ذکر و در کارهای خوب و در از خودگذشتگی و از جیبمون باید خرج کنیم تا به مردم بگیم چی درسته چی غلطه. هیچکی به هیچکی ساعت مفت نمیده، به ما هم نمیده. پس ما باید خدمت کنیم، ما باید در اشگاه خداوند روسیا نباشیم. ببینید پس آدم شدن یعنی تحت تعلیم خدا بودن و همه اصول رو رعایت کردن بسیار مشکله. هرگز بدون یعنی پنهانکاری نکنید، هرگز کلاه سر کسی نذارید، هرگز ملک کسی رو به زور نیایید وکالتنامه بنویسید بعد ملکو بکنید به اسم خودتون. و همچین مشکلاتی الان مردم رو برو هستن و خود منم بودم هفته پیش. خیلی عجیبه، میان برادرم وکالت بنویسن بعد یه جوری مینویسن که حق دارن بفروشن و پولشم خرج کنن و به شما هم ربطی نداره و هر کاری دلشون میخواد میکنن. و این دیگه چه جور وکالت نوشتنیه؟ یعنی میخوام به شما بگم هیچ کی رو مرز و حد راه نمیره، همه میخوان زور بگن، همه میخوان حقه بازی کنن و کلا سر هم بذارن. نکنید. تازه این همه مثلا جمع کردید موقع مرگ آدم نمیدونه این پولا رو باید به کی بده و بره، این همه جواهر رو نمیدونم طلا رو به کی بده و بره. مراقب اعمال خودتون باشید. تا زنده اید فقط یک راه بیشتر نداریم ما. خداوند در وجودتون نذارید تاریکی بیاد، همش نور 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 و انرژی رو بیارید. به هر بهانه‌ای و به هر علتی مهربان باشید. مادر تریسا فرمودن مهم نیست اون طرف اونور کار به تو محبت میکنه یا نمیکنه، تو مهربون باش، تو کار خودتو بکن و برو، اجرت هم از اون بالا میدن، به نگران نباش. یارو برای من اون چیزی که من براش گرفته بودم برای من نگرفت، خب نگرفت که نگرفت، اون نمیخواست بگیره، تو گرفتی اجرش هم میگیری.
پس شما به هیچ دلیلی از محبت کردن و از سخاوت داشتن خودتون دست بر ندارید. همون کار ادامه بدید. تمرین کنید، تمرین شریعت طریقت بکنید تا به حقیقت برسید. شریعت اسلام رو باید به جا بیارید. از نماز بدم میاد بخونم و روزم نمیخوام بگیرم و این کارم علاقه ندارم بکنم و اصلا چرا خدا گناه نمیخوره. ما باید فقط اطاعت کنیم. ما بنده ای هستیم که بنده ایم. ما مگه یادتون رفته ما بنده ایم؟ ما باید بندگی کنیم، نه دخالت کنیم. و امیدواریم که خداوند ما رو ببخشن و واقعا به ما شرف بندگی بدن، اجازه بدن ما بندهشون باشیم، زمین رو ببوسیم، سجده کنیم در حضورشون. اشعار زیادی براتون تهیه کرده بودم، الان وقت تموم شد نمیتونم براتون بخونم. از حضرت عیسی مسیح مطالبی داشتم که انشالله تو جلسه بعد براتون خواهم گفت، خیلی مهمه. از جناب مهندس امیر میشی تشکر خاص داریم برای مراهمشون، همینطور از اتاق فرمانشون. امیدواریم خوب و خوش و سلامت باشید و از نیروها و نفس رحمانیتون بیشتر سعی کنید هدایت بشید، نه نفس شیطانی. همه شما رو به خدا میسپارم تا هفته دیگه. قربان همگی شما. خدا حافظ. روزتون شب. پری حکمت هستم، نویسنده 7 جلد کتاب و شاعر معاصر. از شما دعوت میکنم هر هفته ساعت 7 شب دوشنبه به برنامه‌های من توجه بفرمایید و ساعت 7:30 صبح روز بعد برنامه‌های بازپخش اجرا میشه و در ایران هم 3 شنبه ساعت 7 شب این برنامه پخش میشه. خیلی متشکرم.